تصور کنید شهری که یک روز صبح با روزنامه‌هایی مواجه میشه که عبارت‌هایی رو به زبون ترکی روی صفحه اول میارند. مدرسه‌ها کلاس‌هایی به زبان مادری باز میکنند، جوان‌ها برای جلسه‌های حزب صف میکشند و در همین حال در پشت پرده نیروهای بزرگ جهانی بر سر منابع و نفوذ با هم رقابت میکنند. این عکس اول داستان ماست. داستان دولتی که اعلام شد و 1 سال بیشتر زنده نمود، اما تأثیراتش تا سالها ادامه پیدا کرد. سلام، من امیر محمد هستم. امروز میخوایم یک پازل پیچیده تاریخی رو کنار هم بچینیم. ترکیبی از تحلیل سیاسی و روایت مردم محور. از پیش زمینه ها تا بازیگران، از نامه ها و مذاکرات پشت پرده تا زندگی روزمره مردم آذربایجان در سالهایی که انگار همه چیز یک باره زیر و رو شد. برای درک اینکه چگونه فرقه دموکرات آذربایجان شکل گرفت، باید بافت محلی آذربایجان ایران رو بفهمیم. ترکیب زبانی، اقتصادی و موقعیت جغرافیایی باعث شد این منطقه از یک سو خودآگاهی فرهنگی قوی داشته باشه و از سوی دیگر نسبت به سیاست‌های تمرکزگرایانه مرکزی حساس باشه. سیاست‌های دولت مرکزی. یکم بیشتر عمیق میشیم. رضا شاه و پروژه مدرن سازیش در دهه‌های 1920 و 30 فشار شدیدی بر زبانها و هویت‌های محلی وارد کرد. سیاست سازی آن دوره تمرکز اداری، تحمیل زبان فارسی در نهادهای آموزشی و نوسازی‌های ارضی بود که خلأهای اقتصادی و هویتی ایجاد کرد که تا زمان 1940 به صورت پنهان یا آشکار ادامه پیدا کرد. حضور نیروهای متفقین در ایران پس از 1941 فضای سیاسی را باز کرد و موجب شد مدار عمل و گفتگو در سطح مناطق ایران تغییر کند. حضور نیروهای خارجی در شمال، به خصوص حضور شوروی، همزمان ساحتی از فرصت و تهدید رو برای نخبگان محلی فراهم کرد. فرصت مطالبات اصلاحات محلی و تهدید دخالت خارجی. این کلیت زمینه رو منابع تاریخی متعددی تأکید می کنند. اقتصاد و نفت شمال تکه مهم این پازله. نفت همیشه در سیاست بین المللی ایران نقش داشته. مطالعه های میدانی و گزارش های زمین شناسی شوروی نشون داد که نواحی شمالی ایران یعنی گیلان، مازندران، آذربایجان و گرگان پتانسیل های نفتی قابل توجهی دارند که برای مسکو جذاب بود. همین عامل به ویژه در سیاست خارجی شوروی پسا جنگ یکی از انگیزه های توجه ویژه به شمال ایران بود. در حقیقت مدتی قبل از شکلگیری فرقه رایزنی‌ها درباره امکان مطالعات نفتی و بهره برداری از منابع شمال در جریان بوده. این بعد اقتصادی رو نمیشه نادیده گرفت، چون گاهی منافع منابع بیش از ایدئولوژی آشکار محرک برخی از تصمیما میشه. در دهه 1940 مطالبات زبانی و فرهنگی در میان بخشایی از مردم آذربایجان برجسته شد. خواسته تدریس زبان ترکی در مدارس، انتشار مطبوعات محلی به زبان ترکی و حق نمایندگی فرهنگی. این خواسته ها اگرچه در نگاه تهران ممکنه جزئی جلوه کنه، اما از نظر محلی بار هویتی بالایی داشتن و زمینه ساز چنین جنبش هایی شدن. از اینجا به بعد وارد فاز شکلگیری حزب میشیم. در سپتامبر 1945 در تبریز گروهی از فعالان محلی به رهبری میر جعفر پیشوری اعلام تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان رو کردند. این حزب با انتشار بیانیه‌ای 12 ماده‌ای به زبان‌های ترکی و فارسی خواسته‌هایی رو مطرح کرد. تدریس زبان ترکی در مدارس در کنار فارسی، اصلاحات ارضی، اختیارات اداری محلی و سایر مطالبات اجتماعی.
شکل و زبان این بیانیه نشون میداد که حزب میخواست بستری برای تقویت هویت محلی و اصلاح اقتصادی منطقه ایجاد بکنه. این بین اینم حتما بگم که تمام منابعی که من خودم ازشون استفاده کردم تا این کنجکاویمو در مورد این موضوع برطرف بکنم اونا رو خوندم و الان اومدم برای شما دارم ارائه میدم، همشون رو توی توضیحات یا دیسکریپشن نوشتم. حتما برید یه سری بهشون بزنید. اگه اطلاعات بیشتری خواستید اون منابع رو میتونید بخونید، منابع معتبری هن و همین دیگه. لایک و سابسکرایب هم بکنید. خیلی ممنون. ادامه بدیم. پیشوری مرد تجربه ها بود. خیلی عنصر مهمیه توی این داستان. پیشوری چهره‌ای با سابقه طولانی سیاسی بود. روزنامه نگاری متعصب و از فعالان قدیمی چپ که در دوره رضاشاه زندانی شده بود. تجربه زندان و حس بی‌اعتنایی نهادهای مرکزی نسبت به جایگاه او و دیگر نخبگان محلی نقش مهمی در شکلگیری مسیر پیشوری داشت. برخی پژوهش‌ها میگن رد اعتبارنامه او در مجلس دوره 14 تأثیر عمیقی بر موضع پیشوری گذاشت. یه جمله خیلی معروفی هم داره که میگه منو از پنجره پرت کردید بیرون، ببخشید منو از در پرت کردید بیرون ولی من از پنجره برمیگردم. داشتیم میگفتیم که این رد شدن اعتبارنامه‌اش خیلی تأثیر عمیقی روش گذاشت و اون رو به سمت جنبشی هدایت کرد که بعدها فرقه نامیده شد. در متن بیانیه 12 ماده‌ای خواسته های مشخص اجتماعی و فرهنگی آمده بود که بخشایی از اون برای ساکنان محلی ملموس و قابل قبول بود. حزب توده، اختلافات داخلی و فضای سیاسی تازه. نکته مهم اینه که ترکیب نیروها پیچیده بود. هم عناصر نزدیک به حزب توده در صحنه بودن و هم جریانات ملیگرا و محلی. این تنوع نیروها موجب شد که هم در درون فرقه اختلافاتی باشه و هم از خارج زمینه سوء برداشت و نگرانی شکل بگیره. در عین حال منابع بر این نکته تأکید دارن که فرقه صرفاً یک شبه مدل شوروی محور نبود و دارای مطالبات محلی حقیقی هم بوده. اما ارزیابی وزن این دو عامل، یعنی محلی و خارجی بودن فرقه، میان مورخان خیلی متفاوته. بعضیا میگن که نه اون بیشتر وابسته بوده و میخواسته دقیقاً مدل شوروی رو توی آذربایجان پیاده بکنه. بعضیا میگفتن نه این یه سری ایده های ملی گرایانه و اینا هم داشته جعفر پیشوری. قضاوتش با شما. توی کامنت ها واسم حتما بنویسید و اگه جاییم اشتباه میکنم یا چیز بیشتری و شما میدونید در این مورد حتما توی کامنت ها بنویسید تا من بیشتر یاد بگیرم. شکل سازمانی و نهادسازی اولیه فرقه چطوری بوده؟ فرقه به سرعت روزنامه و ارگان تبلیغاتی راه انداخت. مدرسه ها و مؤسسات فرهنگی رو مورد توجه قرار داد. تلاش کرد دولت محلی خودش رو سازمان بده. این اقدامات از یک سو مشروعیت محلی می آورد و از سوی دیگر موجب نگرانی تهران می شد، دولت مرکزی، که آیا این یک موج مشروعیت سازه یا مرحله ای از جدایی کامل. میرسیم به نامه ها و حمایت های مسکو، استالین و خواسته های نفتی مسکو توی این بازی که خیلی مهمه. یکی از نکات کلیدیه. یکی از همین ابعاد کلیدی ماجرا رابطه فرقه با اتحاد شورویه. برخلاف روایت ساده انگارانه این رابطه پیچیده و چند لایه بوده، از گفتگوهای سیاسی و فنی تا حمایت مستقیم یا غیر مستقیم. نامه‌های استالین به پیشوری و ماهیت پیام‌ها. ما میدونیم که یه سری نامه‌ها رد و بدل شده، می‌خوایم بدونیم که اینا چی بودن دقیقاً. یکی از اسناد مهم که در منابع خیلی اومده، نامه‌ایه که به صورت تاریخی به عنوان یک سند حساس درباره رابطه مسکو و پیشوری مطرح شده. این سند نشون میده که مسکو در سطح سیاست گذاری و برنامه ریزی به دنبال بهره برداری از فرصت‌ها در شمال ایران بوده.
اما وزن و تداوم این حمایت در بستر فشارهای بین المللی متغیر بوده. منافع نفتی و محاسبه مسکو، اینم یه بخش خیلی مهم ماه. اسناد نشون میده که از سالها قبل دیپلمات‌ها و زمینشناسان شوروی علاقمند به ذخایر نفت شمال بودند. تلاش مسکو برای کسب امتیازات نفتی در ایران یکی از عوامل فشار شوروی بر تهران و یکی از انگیزه‌های پررنگ در مسئله آذربایجان بود. توی این بازی فرقه نقش همپوشانی مطالبات محلی و منافع شوروی رو ایفا می‌کرد. حضور فرقه میتونست پوششی برای مطالبه امتیازات اقتصادی باشه. بررسی‌های زمینشناسی و مذاکرات دیپلماتیک مرتبط به این موضوع هم توی اسناد اومده، حتما بخونیدشون. یه توضیح کوچیکی هم که خودم بخوام ازشون بدم، توی زمان جنگ جهانی دوم خب همه میدونیم که شمال ایران به دست شوروی اشغال شد و جنوب هم دست انگلیس بود. توی همین تایم توی جنوب ایران انگلیس اومد امتیاز نفت جنوب رو از ایران گرفت، نفت اونجا پیدا کرد توی مسجد سلیمان که ما یه اپیزود، یه ویدیو کامل در موردش صحبت کردیم، از آغاز نفت در ایران، پیدایش نفت در خاورمیانه که توی مسجد سلیمان بود. انگلیس خلاصه امتیاز نفت جنوب رو گرفت و شوروی داشت میدید که خب یه قدرت جهانی بود شوروی اون موقع، انگلیس هم همینطور، آمریکا هم همینطور، اونا داشتن از نفت ایران امتیاز میگرفتن و خب نفت ایران رو میفروختن و سود میکردن. شوروی اینجا دستش خالی مونده بود، برای همین خیلی چشمش به شمال ایران بود و با تحقیقاتی هم که کرده بود، زمینشناسایی هم که فرستاده بود، بهش گفته بودن که آقا اگه شمال ایران بیشتر از جنوب ایران نفت نداشته باشه کمتر هم نداره. برای همین خیلی هم دندون تیز کرد به منابع نفتی شمال ایران. از اون طرف هم مصدق توی مجلس یه طرحی رو تصویب کرد که تا زمانی که ایران تحت اشغال نیروهای خارجیه هیچ مذاکراتی سر امتیاز نفت نباید صورت بگیره و امتیاز نفت رو هیچ کجای ایران به هیچ قدرت خارجی واگذار نمی کنن تا زمانی که اشغال تموم بشه. بریم ادامه. این یه پیش زمینه‌ای بود که خواستم بهتون بدم که اصلا چرا شوروی انقدر دنبال آذربایجان بود و همین دنبال بود. یه سری تبعات دیپلماتیک هم برای شوروی آورد. دیپلماسی بین المللی، فشارهایی که جوامع بین المللی به خصوص انگلیس و آمریکا روی شوروی آوردن برای خروج نیروهاش. چون توی کنفرانس تهران وقتی که ایران اشغال میشه، استالین و روزولت و نخست وزیر انگلیس وینستون چرچیل میان تهران. قرارشون این بوده که وقتی که جنگ تموم شد نیروهاشون رو خارج بکنن. انگلیس و آمریکا این کار رو انجام میدن ولی شوروی توی جنوب این کار رو انجام نمیده و الان رسیدیم به جایی که این فشارهای بین المللی روی شوروی برای خروجش زیاد شد. ماجرای آذربایجان وارد عرصه حساس جنگ سرد شد. ایران موضوع رو به سازمان ملل برد. ایالات متحده و بریتانیا از تهران حمایت کردند. فشار بین المللی بر مسکو و تصمیم سیاسی اون برای خروج نیروها در مارس 1946 معادله رو تغییر داد و مسیر فروپاشی دولت خودگردان رو آغاز کرد. چون چیزی که جا انداختم بگم، متاسفانه الان میگمش، این بود که خب نیروهای شوروی توی آذربایجان حضور داشتن و خیلی کمک میکردن به فرقه دموکرات آذربایجان توی سرپا موندن دولتشون. چرا که دولت مرکزی ایران یعنی حکومت پهلوی ارتش رو میفرسته که هر جور شده بره آذربایجان رو آروم بکنه، بره فرقه رو سرکوب بکنه و منحلش بکنه، ولی نیروهای شوروی توی قزوین، تو راه به آذربایجان توی قزوین جلوی ارتش ایران رو میگیرن و نمیذارن که به اونجا بره. این هم خودش یکی از نکته های کلیدی ماجرای امروز ماه. و اینکه اینم میخواستم بگم
تا زمانی که نیروهای شوروی داخل خاک آذربایجان ایران بودن و از فرقه حمایت میکردن، مذاکراتی که بین دولت مرکزی و دولت فرقه آذربایجان بود خیلی یک طرفه بود. یعنی اینکه هی نماینده از حکومت مرکزی میرفت اونجا به بنبست میخوردن با جعفر پیشوری خیلی سفت و سخت روی مواضعش وای میستاد و عقب نشینی نمیکرد. اما زمانی که قرارداد این شد که نیروهای شوروی از آذربایجان خارج بشن، دیگه برعکس شد. جعفر پیشوری شروع کرد تهران اومدن مذاکره کردن که دیگه تو رو خدا اینا رفتن ما رو نکشید و فلان و اینا. یه مکمل خیلی خوبی که میتونید داشته باشید و ببینید، ویدیوی جعفر پیشوری و فرقه دموکرات آذربایجان چنل مورخه. من خودم از اون ویدیو خیلی استفاده کردم، از اون پادکست خیلی باعث شد که من بهتر بفهمم و حتما لینک اونم براتون میذارم توی دیسکریپشن، حتما ببینید. رسیدیم به کجا؟ به قرارداد و روند خروج نیروهای شوروی. مذاکرات و قراردادی که زمینه خروج نیروهای شوروی رو فراهم کرد یکی از نقاط عطف مهم داستان ماست. این روند دیپلماتیک نشون داد که حتی یک قدرت بزرگ وقتی با عزم بین المللی مواجه میشه ممکنه توی مواضع خودش تجدید نظر کنه. خروج نیروها باعث شد حمایت نظامی آشکار از فرقه قطع بشه و موقعیت پیشوری و همراهانش تضعیف بشه. میرسیم به واکنش تهران و فرصت بازپسگیری آذربایجان. با خروج نیروهای شوروی، تهران فرصت دیپلماتیک و نظامی برای بازپسگیری کنترل مناطق شمالی رو پیدا کرد. تهران که تا اون زمان در موقعیت ضعف قرار داشت، این فرصت رو برای تحکیم حاکمیت خودش غنیمت شمرد. مذاکره ها و سپس اقدامات نظامی و انتظامی زمینه فروپاشی دولت خودگردان رو آماده کردند. این بازپسگیری یک فرایند صرفاً نظامی نبود. تلاش‌هایی برای راه حل‌های سیاسی هم وجود داشت، اما ناکام موند. همونطور که گفتیم جعفر پیشوری خیلی سفت بود متاسفانه توی این چرخه مذاکرات و اینا، ولی وقتی نیروهای شوروی رفتن خیلی آدم شد و فهمید که اینجا اونجا نیست دیگه، باید بیاد مذاکره بکنه. این خیلی مهمه. یه اتصالی وجود داره بین جمهوری مهاباد و جمهوری، یعنی فرقه دموکرات آذربایجان، بین کردهای جدایی طلب با ترکهای جدایی طلب ایران. همزمانی بحران مهاباد و پیوستن جنبش ها به هم دیگه. اونجا هم شوروی خیلی نقش داشت. این هم توی تاریخ معاصر ایران خیلی نکته مهمیه، حائز اهمیته که بدونیم. همزمانی تحولات آذربایجان با تحولات دیگر مناطق شمال غربی ایران از جمله جمهوری مهاباد باعث شد که شکلگیری دولت خودگردان آذربایجان و جمهوری مهاباد و ارتباط سیاسی و عملی میان اونها یه تصویر یک بحران خیلی بزرگ رو نشون بده که فراتر از یک استانه. انگار این برنامه خیلی پیچیده‌تر و بزرگتر از صرفاً آذربایجان ایران بوده. نقش کردها و ارتباط سیاسیشون. مطالعه ها نشون میده که میان فرقه دموکرات آذربایجان و گروه‌های کرد به ویژه جمهوری مهاباد تعاملاتی وجود داشته، از نظر سیاسی و در برخی موارد حمایتی. این شبکه‌سازی منطقه‌ای نگرانی تهران رو افزایش داد، چون احتمال سرایت حکومت خودمختاری یا استقلال طلبانه به دیگر مناطق وجود داشت. تحلیل هماهنگی این جنبش ها به ما کمک میکنه تا بحران رو از منظر یک الگوی فرااستانی ببینیم، نه صرفاً یک حرکت محلی کوچیک. رسیدیم به روایت مردم محور، زندگی روزمره توی یک سال خودگردانی فرقه دموکرات آذربایجان. بیایید از تحلیل سیاسی یکم فاصله بگیریم و چند تصویر انسانی بیاریم. معلمی که برای اولین بار در مدرسه به زبان ترکی درس میده،
پدری که نگران معیشتشه چون بازارها متزلزلن، زنی توی بازار میگه که ما بالاخره صدای خودمون رو میشنویم، و جوانانی که بین امید و تردید گیر کردن. مدرسه ها و مطبوعات تازه یکی از اولین نمودهای حکومت جدید بازگشت زبان ترکی به مدارس و ظهور روزنامه ها و ارگان های محلی جدید بود. برای بسیاری از خانواده ها این یک تجربه روحی قابل تأمل بود، احساس دیده شدن فرهنگی. اما این تغییرات فرهنگی همزمان با ناآرامی‌های سیاسی و حضور نیروهای شبه نظامی یا جدید همراه شد که حس امنیت روزمره رو تحت تأثیر قرار داد. برای برخی ساکنان مناطق روستایی وعده اصلاحات ارضی و توزیع عادلانه تر منابع معیشتی امیدبخش بود. اما برای بخش دیگه ترس تبدیل منطقه به میدان تقابل بین نیروهای خارجی و دولت مرکزی وجود داشت، یعنی تبدیل بشه به صحنه جنگ. این دو قطبی احساسات هویت جمعی رو پیچیده تر کرد. از اینجا به بعد وارد فاز فروپاشی و پیامدهاش میشیم. فروپاشی نهایی، بازپسگیری تبریز و پیامدهایی که تا الان اون داشته. پس از خروج نیروهای شوروی و افزایش فشار بین المللی، تهران عملیات بازگرداندن کنترل رو آغاز کرد. در دسامبر 1946 نیروهای دولتی وارد تبریز شدند و دولت خودگردان فرو پاشید. پیشوری به شوروی گریخت و بسیاری از اعضای فرقه دستگیر، تبعید یا کشته شدند. پیامدهای این فروپاشی هم فوری بودند و هم بلند مدت. به 21 آذر بریم. 21 آذر از منظر منابع محلی روز 21 آذر سال 25 به عنوان روز شکست فرقه در تقویم برخی از محافل ثبت شده و به عنوان نقطه تلخ پایان تجربه یک ساله به یاد آورده میشه. این ثبت تاریخ نشون میده که تجربه سیاسی کوتاه اما پرحادثه چگونه در حافظه محلی نقش بسته. سرنوشت اما سرنوشت افراد و بازتاب جامعه چی شد؟ خیلی مهمه. فروپاشی شکست سیاسی نبود فقط، بلکه شکست امیدهایی هم بود که برخی محلیان برای بهبود وضع خودشون داشتن. پس از فروپاشی نظام مرکزی سیاستهایی رو برای بازسازماندهی و تثبیت کنترل به کار بست که گاهی با سرکوب و گاهی با وعده بازگشت آرامش همراه بود. اما تأثیرات فرهنگی و اجتماعی آن سالها تا دهه‌ها ادامه داشت. بریم برای تحلیل نهایی و درس‌هایی که باید از این داستان گرفت. وقتی که همه تکه‌های پازل رو کنار هم میگذاریم میبینیم که فرقه دموکرات آذربایجان نتیجه همگرایی چند عامل بوده: نارضایتی محلی، هویتی، اقتصادی، فضای باز پس از سقوط رضاشاه و بازی منافع بین المللی، به ویژه منافع شوروی. اما حیات بلند مدت چنین تجربه‌ای بدون پشتیبانی همه جانبه محلی و بدون استمرار حمایت خارجی ناممکن بود. پرسش‌های کلیدی که باید بمونند. این پرسش‌ها رو اگه جوابشون رو میدونید حتما توی کامنت ها بنویسید. میتونه یه بحث خیلی خوبی رو باز بکنه توی کامنت ها. میتونه حتی موضوع یه پادکست دیگه بشه برای ما. آیا این تجربه میتوانست به صورت مسالمت آمیز حل بشه؟ منابع نشون میدن که گفتگوها و گزینه‌های سیاسی وجود داشت، اما در نهایت نیروی دیپلماتیک و نظامی محیط بین المللی و مقاومت تهران مسیر رو تعیین کرد. رفتن به سمت همون تقابل نظامی که یک بار جلوشون رو گرفتن و دفعه دوم ولی دیگه شوروی نبود توی 21 آذر. سوال دوم: آیا فرقه تجسم یک آرمان محلی بود یا ابزار بازی قدرت؟ جوابش پیچیده است. هم آرمان محلی در کار بود و هم ابزار مناسبی برای منافع خارجی.
وزن هر عامل در قضاوت ها متفاوته. در نهایت اون کسی هم که تصمیم گیره شما هستید. امیدوارم که این تصمیم گیریتون رو توی کامنت ها واسمون بنویسید. زبونم گیر کرد. چه درس هایی میشه گرفت از سیاست؟ درس هایی که ما میتونیم امروز ازشون استفاده کنیم. این تجربه تاریخ معاصر ایران تأکید میکنه که دولت‌ها باید کانال‌های مشروع و پاسخگو برای مطالبات محلی ایجاد کنند تا فضای اعتراض مشروع به دخالت خارجی مبدل نشه. بازیگران خارجی می توانند با مداخلات محدود معادله داخلی رو به سرعت تغییر دهند، اما حمایت خارجی اگر در سطح بین المللی زیر فشار قرار بگیره قابل تغییره و روایت تاریخی هرگز ساده نیست. ترکیبی از انگیزه ها و کنش هاست. دیگه وقتشه که یه جمع‌بندی بکنیم و این موضوع رو تموم بکنیم. این برگی از تاریخ ایران رو به جمع‌بندی برسونیم. ما امروز پازل آذربایجان رو برداشتیم، تکه تکه بررسیش کردیم و سعی کردیم تصویر کاملتری بسازیم. پیش زمینه محلی، تولد حزب، نقش مسکو و منافع نفتی، همزمانی با مهاباد، روزمره مردم و در نهایت فروپاشی و پیامدهاش. و در نهایت وقتش رسیده که من از شما خداحافظی بکنم. اسم من امیر محمده. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و خیلی ممنون که تا اینجا همراه من بودین. تا یک ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.